سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و بسای خانگی. ما امروز همراه یک نمود صبحانه یا که قدیر تیار میکنیم با لواش. محصولات به ما لازم است. من 4 دانه کارتشکای آبپز، کمتر اوکراپ، بلغاری خشک، مرچ، نمک، من کمتر مساله، من لواش من من بریدم، من درازک شکل همیشه من طور میبریم. برای پختنش یک پیاله روغن لازم است. ما در اول کартوشکا میده میکنیم. کارتشکا پیوره میکنیم. من پیوره ما تیار شد. من اوکراپا میده ریزه میکنیم. من اوکراپی میده کریم مویا کولی پیوره میگیریم. من نمک و پرپرای همراه میکنیم. همیشه خوش رو میخته میکنیم. میتونید جای اوکراپا پیازی کبوتر یا یگان سیر همراه کنیده میشه. خیلی من با محصولات کم خرج برای همه دسترس تیار کردم. من پیوره ما تیار با طرزی پیچانیدنش من گرفتیم باشه. من پیوره میمونه. من کمتر مبین تر میمونه. من یک طرفی باشه میپاشیم سی کنجا شک. من میتر من قد کرم میگیریم. من آخرشه من درونی من میامدگیش به من میگذاره سی کنجا شکل شد. بسیار خواهی شد که با همین لواش طرزی یک چند نمو تیار کنید. صبحانه و پیتزا و نشان دهیم. برای همین من خواستم تیار کنم. من آخبی زاید کشه من درونی من سی کنجا شکل من میپاشیم. من خودش رفتم میگیرد. من می آخرشه من می پشتش بتخم میکنیم. من چقدر تیار شد همیشه میتر من میپیچونیم لواش بر. من یک پیاله روغن گرفتم. من محصولاتی تیار کردم مویا روغن به میاندازیم. بسم الله. شروع سرخ میکنیم. من سرخ شد من چپا میکنیم. من این طرفش هم سرخ شد من میگیریم. خمیرش خشککی نغزم دارد. همیشه میتر پخته میگیریم. من به مدتی 2-3 دقیقه سرخ میشه. من چگونه میبینید صبحانه ما از لواش به مدتی 10-15 دقیقه تیار شد. من چقدر من تیار شده است. من بینید خشکی نغزامدگی خمیرش من شکستم. بینید روناش چقدر آمده است. من عجایبات با لذت. من عجایب آمده است. من خمیراشم خشککی نغز. من از لواشم یک چند نمود تارت ناپلیون با پیتزا و
با خوراکات تیار کنیم میشد. خواهشمندا باشند حتما در کامنتری نویسیم با در ویدیوهای آینده نصیب باشد تیار میکنم. یارو دوستای کانال با دعوت کنید. من باز ویدیوهای بهتر و بهتر میشد انشالله در کانال. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.